اینجا چه خبره؟ فکر کردم دیگه نمیای بالا. داری قایق سواری میکنی؟ اون جادوگر دریایی خبیث صدای آریل ازش دزدیده. سلام فلندر، تو چی داری میگی؟ سباستیان به شاترایتون گفته آریل یه انسانو نجات داده، اونم عصبانی شد. توصیلات باشه برای بعد باید از اینجا بندازیمت بیرون. بهش نگفتم. برو به سلامت. جادوگر دریارم به هیچکی نمیگی، فهمیدی؟ انگار یه تغییراتی کردی. نمیخواد بگی. مدل موهات بوده نه؟ به خاطر استفاده از اون چنگک مو بوده؟ البته درست نمیتونم متوجه بشم، ولی میدونم اگه به قدر کافی اینجا وایسم. اون پا در آورده احمق جون. میدونی خوشم نمیاد به من بگی احمق. چرا 2 کلمه حرف خوب نمیزنی؟ مثلا بگی سلام اسکاتل، چه پرای خوشگلی داری. بفرمایید.